بچه‌ها امروز اومدیم براتون تخت خوشگل بسازیم. نیاز داریم به این آیتما که میبینید. من قشنگ دقیق نشونتون بدم. تخت، از اینا، ریل، دوره از اینا و کتاب. خب بعد میایم اینا رو میذاریم دور تا دورشو شلف میذاریم. خب حالا بعد میایم اینا رو میذاریم اینجا. بعدش گلوستونا رو نیاز داشتیم، من یادم رفت. اول یه طرف رو ریل میذاریم، قشنگ میچینیم. بعد دوباره اون طرف، دو طرف رو بذاریم نمیشه، دقیق در نمیاد. بعد دوباره اینو اینجا میذاریم بره پایین. بعد دوباره ریلا رو میکنیم. بعد اینا رو میکنیم 4 تا بلاک میکنیم. گلوستانامون رو میذاریم برای خوشگلیش و نور خوبش. بعد تختامون رو میذاریم، کتابامون هم میذاریم به عنوان بالشت. بعد دوباره کلش رو شلف میچینیم. بعد روشو دوباره از اینا میذاریم. بعد حالا ببینید بچه‌ها، دور تا دورش آیتماش هر کس هرچی بخواد میتونه بذاره. ولی این آیتمی که من گذاشتم آیتم جالبیه، هرچی میتونید بذارید، شمشیر یا حالا هرچی. من این آیتمو یه جور گذاشتم که حالت نمای خوشگلی داشته باشه و طرح خوبی بگیره. مثلا الان یه نمونه بهتون نشون بدم. حتی میتونیم مثلا شمشیرم بذاریم. بچه‌ها اینم از قسمت دوم ماینکرافت آموزش. بعدش اگر دوست داشتید لایک و ساب کنید. از این آموزش‌ها خیلی تو پیجم هست، برید ببینید، لایک و ساب یادتون نره. مرسی که حمایت میکنید. اینم از ویدیوی ما. تا ویدیوی دیگر فعلا خدا حافظ. سلام بچه ها، چطورید؟ امروز اومدیم با آموزش کلبه قارچی. این وسایلی که میبینید رو نیاز داریم. کلبه قارچی خیلی قشنگه. ببینید الان ما این وسایل نیاز داریم. خب اول میایم چند تا بلاک میکنیم. حالا سه تا کافیه. بعد حالا 3 تا 2 تا. بعد روش از اینا میزنیم، درختمون بزرگ میشه. وقتی بزرگ شد میایم ریشه درختمون رو میکنیم. بعد نور توش میذاریم از این لامپا. بعد شروع میکنیم کف زمین رو میکنیم. خب میکنیم. بعد شروع میکنیم از اینا میذاریم. بعد وقتی از اینا گذاشتیم، خب بعد برای خونه در میذاریم، میایم بیرون. نمای خونه این شد، خیلی جالب و خوشگل شد. بعد شروع میکنیم گلوستون میذاریم. گلوستونامون رو که گذاشتیم، خب بعد بینشون میایم از اینا میذاریم. حالا من پیداش کنم، حالا پیدا نمیشه. خب در خونمون، خب حالا تخت رو توش میذاریم. حالا بعدش چست میذاریم که رفتیم برای تزیین خونه. دوباره از اینا. خب بعد دوباره خونمون رو لامپ میزنیم. بعد شروع میکنیم همه چیزمون رو میذاریم. بعد اگر بچه‌ها من قسمت های ماینکرافت آموزش میدم. الان قسمت 3 این لایک و ساب. مرسی که حمایت میکنید. لایک و ساب یادتون نره. بعد حالا میتونید به دلخواه چند خاصی چیز تو چستتون بذارید. بعد به دلخواه هر چیزی خواستید، میتونید چیزی نذارید. این خونه برای یا کلبه برای قشنگی و جالب، خیلی جالبه برای قشنگ بودن. اینم شد از نمای خونه. لایک و ساب یادتون نره. تا قسمت بعد، خداحافظ.